بیش از 300 نفر مسافران توجیک در فرودگاه کالتسووای شهر یکاترینبورگ روسیه در مانده و زیاده از 13 ساعت منتظر پرواز هستند. پرواز هواپیماهای شرکت اورالسکی آویالینی از یکاترینبورگ به دوشنبه و خوجند تا پگو به تأخیر گذاشته شد. مارینا کارپنکا رهبر خدمات مطبوعات این شرکت سبب لغو پرواز را در سر زدن سوء تفاهم میان آنها و مسئولان ساحه آویاسیون تاجیکستان عنوان کرد. او گفت هواپیماهای شرکت تا هنوز اجازه پرواز به تاجیکستان را ندارند. عین زمان هر دو خط سیر هم دوشنبه و هم خوجند به تأخیر انداخته شدند. همه مسافران را با جای خواب در مهمانخانه تامین کردیم. سبب به تأخیر انداختن پرواز سوء تفاهم با مسئولان تاجیکستان در دریافت کردن اجازه‌نامه پرواز است. ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو از روز 12 مارس آغاز شد. جانب تاجیکستان شرکت‌های روسی را به نقض اصول برابری ایبدار ساخته اجازه پرواز نمی‌دهند. اما روسیه با تکیه به سازشنامه قبلا حاصل شده پرواز شرکت‌هایش را موافق به سازشنامه می‌دانند.